فرهمند جمعیان بیش از یک هفته باز با زخم تیغ‌های پنجشاخ در طبابتگاه ناحیه مسجد بستری است. بنابر تشخیص طبیبان و از نواحی قفس سینه و شوش ضرر دیده 2 بار جراحی شده است. فرهمند میگوید پنجشاخ را به تنش پسر تقایش غالب سنگین زاده زده است. سیمی که کنده شده من جمع کردم باید و اپوش حمله کرده بوده پنجشاخ زد. فرهمند فرزند سلطنت سنگین و یکی از سهمداران خواجگی دهقانی سنگین سفر است که 3 سال باز با چند برادرش برای سهم زمین بحث دارند. شوهر سلطنت میگوید حادثه اخیری به سر فرزندش آمده نیست به همان بحث ها ربط دارد. که باید زمین بزوری زخبت کرده گرفتگان نمیتونه دادر خودش مادر خودش. خود غالب سنگینزاده آماده نشد درباره حادثه با ما صحبت کنند، ولی پدرش محمد رازق سنگینوف و رهبری خواجگی دهقانی مهر میگوید حادثه به بحث زمین که حالا به او تعلق دارد هیچ رابطه ندارد. تو سیمت از زمین گیری گوی من پیچیدی گوی من خب کشتنش ممکن یا ما هم به ضرر رساندنش ممکن. بیا بچه همین سیم برق از زمین بردار وای تو خیلی دشنو میتید خب بین هرچون زنازنی میشه. از مقامات میلیسه ناحیه مسجد نیز رخداد حادثه و جنجال خانوادگی را تصدیق کردند، ولی گفتند هنوز یگان گمانبر را بازداشت نکردند. پدری فرهمند طلب دارد که باید نفری به جان پسرش قصد کرده را مقامات بازداشت کند و طبق قانون جزا دهند. 6 عضو یک عائله در ناحیه مسجد 3 سال است که با دخالت مقامات محلی نمیتوانند در تقسیم سهم زمین کشاورزی به مراسا برسند. خواجگی دهقانی سنگین سفر در جماعت شهرک بستان این ناحیه ماه اوگوست سال 2018 به خواجگی دهقانی مهر تبدیل نام کرد. نارضایتی چند عضو این عائله زمان سر زد که مقامات هنگام تجدید حدود زمین 4 نفر آنها را به سهم گذاشت. رادیو آزادی اول همین ماه در این باره گزارش تهیه کرده بود. ما آمدیم در خود شخصا معاون اول رئیس ناحیه و خود رئیس ناحیه بود در خود اتاق کاری همون کس بودیم جمع شدیم. در همونجا خودش پراکرور بسیار عصبانی شدن تون رادیو آزادی را به من چی کردی گفتن من مصدی من ناحقی کردی گفتن به من بسیار سیاست کرد و گپ‌های بی نهایت دغلانه کرد. بحث سری 5 هکتار و 10 ساتق زمین می رود که حالا در اختیار محمد رازق سنگینوف و همسرش حنیفه سنگینوف است. در اصل مساحت زمین های خواجگی دهقانی سنگین سفر پیشتر 22 هکتار بوده است، ولی با رفتن سهمداران دیگر به اعضای خانواده همین مقدار باقی مانده است. سهمداران دیگر عادینماه سنگینوف، محمد صادق سنگینوف، سلطنت سنگینوف و عبدالقیوم سفروف هستند. برادر و خواهران یک عائله از مقامات طلب دارند که سهم زمین ها را دیگر باره به همدیگر تقسیم نمایند و به بحث خانوادگی نقطه گذارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.